فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن من یه دختر 6 ماه دارم و همسرم دوباره باردار شده، اما برای بچه دار شدن زود است. آیا اجازه دارم سقط جنین کنم؟ سقط جنین یک امری هست که محرم هست و حلال هست، منتها پیشگیری رو رسول الله صلی الله علیه و اجازه داده. پیشگیری اگر باشه برای عدم انجاب یا عدم بارداری باشه، بنابر تا یک زمان مشخصی رو از جانب رسول الله صلی الله علیه و این اجازهش هست و در روایت اومده که اصحاب اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و گفتن ما کنیزکانی داریم، نمیخوایم که باردار بشوند، فقط کنیزمون باشند. رسول الله صلی الله علیه و فرمودن آیا میخواستن، گفتن ما عزل بکنیم، یعنی جلوگیری طبیعی بکنیم که این کنیزا باردار نشوند؟ رسول الله فرمودند که شما جلوگیری بکنید، اون چیزی که مقدر شده خداوند متعال اونو میآفریند. یعنی با وجود این که شما این تدابیر رو به کار ببرید، اما اگه فرزندی که خدا مقدر کرده خداوند متعال اونو خلق میکند. مثل این موردی که بیننده سوال کردند که بعد از 6 ماه دوباره خانمشون باردار شدن، به دلیل این که بعد از 6 ماه، بعد از 9 ماه، بعد از 1 سال یا کمتر از 2 سال خانمشون باردار شده، این دلیلی برای سقط جنین نیست و به هیچ صورت اون چیزی جایز نیست. زمانی که یک نطفه منعکس شده، سقطش هم به هیچ صورت جایز نیست، مگر در 2 صورت فقط این سقط جنین جایز است. صورت اول این که پزشک متخصص تشخیص بدهد که وجود این جنین، عدم سقط این جنین به معنی از بین رفتن مادر میشه، یعنی ضرر داره برای حیات مادر. این صورت اولش هست. و صورت دومی که جنین در شکم مادر مرده باشه. در غیر این 2 صورت سقط جنین به هیچ عنوان جایز نیست، چه قبل از 4 ماه باشه، قبل از دمیدن روح باشه، چه بعد از دمیدن روح باشه.